سلام، به کانال مدل دادن خوش اومدید. ممنون از اینکه همراه مایید. امروز میخوام در مورد موضوعی باهاتون صحبت بکنم که شاید غم انگیز باشه اما امیدوار کننده است. همه ما یه روزایی تو زندگیمون بوده که احساس ناامیدی کردیم و به این فکر کردیم که اگر دیگه زندگی نکنیم چی؟ اما بعضی از ما حتی دست به خودکشی ها هم زدیم و خوشبختانه موفق نبودیم. امروز میخوام داستان خودکشی چند تا سلبریتی رو براتون تعریف بکنم که زمانی که دست به این کار میزدن خبر نداشتن آینده براشون چه شکلی باشه. نفر اولی که میخوام بهتون اشاره بکنم اپراست. اپرا رو ما امروزه به عنوان یکی از موفق ترین، معروف ترین و مشهورترین زنای دنیا میشناسیمش. اما اپرا زمانی که بچه بوده تو فقر خیلی زیادی دست و پا میزده و 14 سالگی خب حامله میشه و تصمیم میگیره که زندگیشو تموم بکنه، اما موفق نمیشه، خوشبختانه البته. و امروز ببینید به چه جایگاهی رسیده. نفر بعدی این لیست امینمه. امینم کودکیش واقعا سخت بوده، برای اینکه فقیر بودن، جای ساکن نبودن و از خونه به خونه دیگه میرفتن و اون ناامیدانه وارد رپ میشه و یه تغییر رو بعد زندگیش ایجاد بکنه. اما آلبوم اولش با شکست روبرو میشه، همسرش ولش میکنه و اون رو تهدید میکنه که دیگه قرار نیست دخترشون رو ببینه. امینم با خوردن قرص دست به خودکشی میزنه، اما اون هم موفق نمیشه خودش رو بکشه و امروز نگاش کنید کجا وایساده و تو چه زندگی قرار داره. نفر بعدی لیست والت دیزنیه. والت دیزنی که چندین اسکار داره، توی سن 31 سالگی تصمیم میگیره که دست به خودکشی بزنه. اون اعتیاد داشته به مواد مخدر و الکل و هیچ امیدی نداشته که ازش رها بشه. تصور بکنید اگه خالق انیمیشن میکی موس تو سن 31 سالگی موفق شده و خودش رو بکشه، ما امروز چقدر از خاطرات خوبمون رو نداشتیم. نفر بعدی دمی لواتوه. دمی لواتو اولین باری که دست به خودکشی میزنه 7 سالش بوده و موفق نمیشه. دمی تعریف میکنه که مادرم وقتی که صبح میخواست بیاد منو بیدار کنه همیشه نگران بود چون نمیدونست میتونه منو بیدار بکنه یا نه. اما دمی بحرانها رو پشت سر گذاشته و امروز یکی از معروف ترین و موفق ترین و خوش صدا ترین خواننده های زنیه که من میشناسم. این لیست خیلی طولانیه، شامل افراد خیلی بیشتری میشه، مثل پرنسس دایانا. روایت ها میگه که پرنسس دایانا تو طول زندگی مشترک و ناامیدانش با چارلز 5 بار دست به خودکشی زده اما موفق نبوده. لیست رو اگر بخوام ادامه بدم اسمهای خیلی بیشتری میتونم توش بیارم، مثل بیلی آیلیش، مثل بریتنی اسپیرز و مایکل جکسون. حتی اگر شما هم تو نقطه قرار دارید که احساس ناامیدی میکنید و دوست ندارید زندگی رو ادامه بدید، باید بهتون بگم که زمان معجزه میکنه و ما نمیدونیم چه روزهایی تو آینده منتظر ماست. شاید روزهای خوب ما هنوز شروع نشدن. پس ناامید نباشید و کمی دیگه بجنگید و دووم بیارید. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. خوشحال میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید و کمی با هم گپ بزنید.